در جستجوی 10 تا از بهترین شهرهای ایران برای زندگی هستیم که با امکانات عالی و جاذبه‌های فراوان زندگی رو به یک تجربه استثنایی تبدیل می‌کنند. در این سفر شگفت‌انگیز به رازها و عجایبی که دیدنی ترین شهرهای ایران دارند می‌پردازیم و آخر ویدیو را حتما از دست ندین که بهترین و دیدنی ترین شهر ایران که در عالی ترین شرایط برای زندگی قرار داره به شما معرفی میشه. تهران پایتخت ایران با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر فرصت‌های شغلی و آموزشی فراوانی داره. تنوع فرهنگی و اجتماعی بی‌نظیر، مراکز خرید مدرن و بازارهای پر رونق، دسترسی آسان به خدمات بهداشتی و درمانی، مدارس برتر و دانشگاه‌های معتبر تهران رو به یکی از بهترین شهرهای پر انرژی برای داشتن یک زندگی ایدئال تبدیل کرده. اصفهان شهری با تاریخ و فرهنگ غنی، بناهای تاریخی و آثار باستانی خیره کننده است. بازارهای کهن و تولید صنایع دستی بی‌نظیر، زیرساخت‌ها و توسعه شهری عالی اصفهان رو به یکی از بهترین شهرها برای زندگی مطلوب تبدیل کرده. قم با وجود مراکز مذهبی و مکانهای مقدس یکی از مهمترین شهرهای دینی جهان اسلامه. قم با مراکز آموزشی برجسته فرصتهای عالی برای تحصیل و پیشرفت شغلی ارائه میده. این شهر ترکیبی از ایمان، علم و دانش و زندگی شهری پویاست. رشت شهری سحرآمیز در شمال ایرانه. طبیعت زیبا و آرامش بخش با تالاب‌ها و جنگل‌های فراوان، فرصت‌های شغلی در تجارت و بازرگانی و صنعت گردشگری، وجود دانشگاه‌های برجسته، فرهنگ و تاریخی غنی، رشت رو به یک شهر آرام و دلنشین برای زندگی تبدیل کرده. عراق شهری زیبا و دلنشین در قلب ایرانه. اما قبل از اینکه به معرفی این شهر بپردازیم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. با وجود طبیعت و مناظر زیبا، فرصت‌های شغلی عالی در حوزه صنعت، بازارهای محلی و سوغات و صنایع دستی بی‌نظیر، عراق رو به یک مکان عالی برای داشتن یک زندگی آسوده تبدیل کرده. شیراز شهری با تاریخ و فرهنگ عمیق، آثار باستانی زیبا و وجود آرامگاه حافظ و سعدی شما را به دنیایی از هنر، شعر و ادب فارسی میبره. بازارهای سنتی، محصولات محلی، صنایع دستی و خوراکی‌های خوشمزه و فرصت‌های شغلی مناسب در صنایع مختلف شیراز رو به سرآمدترین شهرهای ایران برای زندگی تبدیل کرده. قزوین شهری خوش آب و هوا با باغستان‌ها و بوستان‌های فراوان، تاریخ و فرهنگی برجسته، دانشگاه‌های معتبر و واحدهای صنعتی فعال از جمله صنایع فولاد و سیمان، دارای فرصت‌های شغلی زیاد در زمینه‌های مختلفه که زندگی در این شهر رو تبدیل به تجربه‌ای خاطرانگیز مبدل می‌کنه. همدان شهری با جاذبه‌های فراوان، طبیعتی زیبا و آب و هوایی مطبوعه. با پتانسیل صنعتی و خدماتی، این شهر فرصت‌های شغلی فراوانی در زمینه‌های مختلف داره. همدان شهری تاریخی با فرهنگی بالاست. وجود اماکن تاریخی و تفریحی برجسته این شهر رو به یکی از بهترین شهرهای ایران برای زندگی تبدیل کرده. مشهد قلب مذهبی و یکی از بزرگترین مراکز زیارتی و معنوی مسلمانان نه تنها ایران بلکه جهانه. این شهر به عنوان یک قطب اقتصادی و تجاری در ایران شناخته میشه و دارای فرصت‌های شغلی فراوان در بخش‌های صنعتی و گردشگریه و به یک مقصد برتر برای سکونت و زندگی مطلوب معرفی شده. تا اینجا کدوم یکی از این شهرها مقصد بعدی شما برای زندگیه؟ نظرت رو توی کامنت برام بنویس. نوبت رسید به آخرین شهر ایران و عواملی که باعث شده این شهر به عنوان بهترین شهر ایران برای زندگی انتخاب بشه. تبریز شهری با تاریخ و فرهنگ غنی، جاذبه‌های تاریخی و معماری زیبا، فضاهای سبز آرامش بخش و مردمان مهمان نوازه. هوای پاک و منطقه خوش آب و هوا تبریز رو به بهترین مقصد برای زندگی ایدئال و رضایت بخش تبدیل کرده. همچنین دانشگاه‌های برجسته و فرصت‌های شغلی گسترده از امکانات آموزشی و اقتصادی متنوع این شهره. تبریز شهر اولین هاست. بر اساس تحقیقات سازمان ملل، تبریز به عنوان بهترین شهر ایران شناخته شده. تبریز شهر شکلاتی ایرانه و حدود 50% شیرینی و شکلات ایران رو تامین میکنه. شورای جهانی صنایع دستی تبریز رو به عنوان شهر جهانی بافت فرش انتخاب کرده. این شهر یکی از قطب‌های خودروسازی و تولید قطعات خودرو در ایران شناخته میشه. ویدیوی بعدی که در مورد 10 تا از بهترین شهرهای آمریکا هست رو هم حتما ببینید.